تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در بیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما اگر اینجوری بشه. من اولا باید عرض بکنم بند ناف من منقطع شده، طلاب بریدن. این دلقک های سپاه پاسداران خودکلون میزنن، یه سانتونر دستشون میگیرن، اما وحشیان. بمب اتم نداریم، از جنایت از تحجر ابایی نداریم، مشکل داریم. بنده هم که از مواد مخدر جدا نمیشم، طور پیوسته تزریق میکنم، یعنی عملی تر از من نیست. این دکترین مقاومت امام خمینی است. تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در بیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما اگر اینجوری بشه. شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه وحشی بود، دزد تروریست بود، بی آبروی خبیث بود، دامن من هم خیس بود. تعجب نکنید، موشک ندارم، درآمد نفتی ندارم، برجام پوستی ندارم، فشار بنده از تقریبا همه بالاتر است. وضعیت ناجور شد، فسادهای من رو شد، ریم دارم دام شد، ریم دارم دام شد. اما این کافی نیست، این خیلی چیز مهم و خوبی است. این را همه میدونه. آقا فایده این نداره، همین ملت میخوان از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن. تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در بیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما اگر اینجوری بشه.